نسلی که وارهید از گرداب اختلاف، یعنی شما که دیگر شما نه این طرفید نه اون طرفید، نه جنگ دارید نه اختلاف دارید، بلکه میگه همه یک ملت در اطراف یک دولت در یک سمت برای حفظ وطن یک قوه هستیم. اینی وحدت است. نسلی که وارهیده ز گرداب اختلاف، هم پا و هم نبرد و هم آواز وحدت است. در گردبادی فتنه بیگانه و خودی، در گردبادی فتنه بیگانه و خودی، تاجیکستان در چهارراهی برخوردی منفعت‌های قدرت‌ها قرار دارد. در پیام هم که جمله است. یعنی چی معنی دارد؟ یعنی که تمام قدرت‌ها در این منطقه میخوان باشند، ولی خانه خانه ماست. بنابراین در همین موج طوفان اختلاف‌های قدرت‌ها باز همین کشور را چنین آرام، آسوده، واحد نگاه داشتن، این قدرت رهبریت کشور ما همین است و همین وحدت است که این کشور را حفظ کرده است. بنابراین در گردباد فتنه بیگانه و خودی، بیگانهش معلوم، خودیش هم متاسفانه بعضی خودی ها هم به بیگانه ها پیوستند. برای همین در گردباد فتنه بیگانه و خودی، برنامه که حل معماست وحدت است. استادان محترم، سربازان عزیز، من در اولی صحبت کمتر خجالت بودم که شما در آفتاب ایستادید و ما در سایه، ولی انا آفتاب بالای سر ما هم آمد، همه ما برابر شدیم. از همین نظر اگه با جرأت گپ میزنیم، وگرنه من فقط در فکری بودم که اینا در آفتاب نسوزن. خب امروز این هفته ما در آستانه جشن وحدت ملی هستیم و جشن وحدت ملی طوری که گفتن یک جشن مهم ملت است، زیرا محض همین صلح و وحدت ملی سبب شد که کشور ما از نابودی نجات یابد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در باره سازشنامه صلح یک سخن بسیار تاریخی و جسورانه گفتند که اگر یگان وقت به شما کسی پرسد از شما که همین سازشنامه صلح چه اهمیت دارد، چرا مهم است، چرا هر سال جشن میگیریم، چرا اینقدر یادآوری میکنیم، همین سخن پرزیدنت رو گوید. اون کس گفتن که همین سازشنامه صلح از نظر اهمیت خود با اعلامیه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در یک سطح می ایستد. اعلامیه استقلالیت چه است؟ یعنی همون حجتی که طبق آن تاجیکستان دولت مستقل شد در 9 سپتامبر سال 1991. ولی شرطنامه صلح 27 ایون سال 1997 چرا با اعلامیه استقلال برابر دانستند؟ در دوامش پرزیدنت میگویند که چون که اگر اعلامیه استقلالیت دولت ما تاجیکستان را به وجود آورد، ولی سازشنامه صلح آن را از نابودی نجات داده دوباره آن را احیا کرد. انا بینید در همین جمله جایگاه اهمیت همین حجت یعنی سازشنامه صلح نشان داده شده است. این را اگر یگان شاعر میگفت، یگان عالم میگفت، یگان شخص عادی میگفت، میگفتیم که خیلی از کجا میدونه ارزش اینه. این را شخصی گفته است که خودش مؤلف همین سازشنامه، مؤلف صلح، راهبر روند صلح و طبق قانونگذاری ما اساسگذاری
صلح و وحدت ملی گفتن که این سازشنامه اینقدر مهم است. بنابراین ما را جشن میگیریم، تبریک میکنیم، هر سال یاد میآوریم و اون یک صحیفه نجات دولتداری ما، نجات ملی ماست. حالا اگر سوال به وجود آید در ذهن شما، اگر شما پرسید که چرا خیلی مهم بوده است، چرا اون باعث نجات ملت بوده است، من یک مثال مشخص میارم که در ذهن میماند و از همون دقیق میکنیم که این مهم بوده است. بینید در سال 1992 وقتی که جنگ شروع شد، اهالی جمهوری تاجیکستان 5 میلیون نفر بود. 5 میلیون نفر. حاضر چند میلیون است؟ 10. یعنی حاضر بیش از 10 میلیون نفر است. خوشبختانه مردم ما خوش تولد هستند، در این دوره 2 برابر شده است ملت. ولی مسئله چی بود؟ اون وقت 5 میلیون نفر بودیم. 1% اهالی ما 50,000 نفر بود. انا که بینید میگه که در جنگ شهروندی 200,000 نفر کشته شده است. چند هزار؟ انا 200,000 اگر اهالی 5 میلیون باشد 4% اهالی میشد، چون 1%ش میشد 50,000. پس 4% اهالی در اون سال اول جنگ کشته شده است. 1 میلیون نفر به خارج گریزه شد. 1 میلیون نفر از 5 میلیون نفر می شود 20%. خب 20% تاجیکستان گریخته است. 20% دیگه، یعنی 1 میلیون دیگه در داخل جا بجا شدن، همه گریختن به رایون ها و منطقه های خود. 2 میلیون، این میشه 40% اهالی. پس شما بینید که 4% اهالی کشته شده است، 40%ش گریزه شده است، قریب نیم ملت. اگر همی جنگ مثل افغانستان 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال دیگر ادامه میکرد، احتمالی از بین رفتن ملت ما وجود داشت. ممکن بود که ملت پراکنده شود، نصف شود، رود. بنابراین وقتی ما میگیم که صلح و وحدت ملی باعث نجات امین ملت شد، همین را در نظر داریم. هم نجات فرهنگی، هم نجات سیاسی، هم نجات فیزیکی، بیولوژی. یعنی ممکن شما وقت نمی بودید. از همین رو همین جمله که صلح باعث نجات ملت شد، این یک جمله هم تا گپ خالی برای تعریف، برای پروپاگاندا نیست. این یک فکتی تاریخی است. ایجاش فهموست؟ آفرین. خب اکنون چیزی که برای ما مهم است و ما تأکید بر آن میکنیم، حفظ دولتداری ماست و این وحدت باعث شد، این صلح باعث شد که با رهبری پیشوای محترم ملت ما دولت خود را از دست ندادیم. وگرنه در این منطقه بسیاری ها میخواستند که دولت را از دست ما گیرند. نقشه ها کشیده بودند. این تیرماه سال گذشته 30 سالگی اجلاسیه 16 بود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بعضی گپای همون وقت گفتن، در سخنرانیشون گفتن که هر کشور همسایه نقشه کشیده بود که کدام ولایت من میگیرم، کدام ناحیه من میگیرم. یعنی تاجیکستان رو میخواستن تقسیم کنن، از بین برن، ما بی دولت مونیم. بنابراین همی صلح وحدت باعث شد که ما دولت خود را صاحبی کردیم، حفظ کردیم و تاجیکستان را ندادیم به کسی. اکنون چون سربازو است، من استاد ساده کرده گوزست، ممکن است. خب
اکنون چرا ما درباره دولت آن خیلی با حساسیت گپ میزنیم؟ استاد ترسونزاده در داستان جان شیرین وقتی که ادیب پاکستانی فایز احمد فایز رو توصیف میکند میگه که از وطن گپ سر کنی در میگرفت، در به مثلی هیزومی تر میگرفت. یعنی وقتی درباره وطن گپ میزنی، وقتی که درباره وطن، وقتی که درباره کشور، وقتی که درباره وحدت گپ میزنی، همون گویا که آتش میگرفت. یعنی از وطن گپ سر کنی در میگرفت، یعنی که موضوع وطن وقتی سر میکرد دیگه مثل آتش در میگرفت. بنابراین چرا ما درباره وطن وقتی گپ میزنیم اینقدر احساساتی میشیم؟ چون که ما در تاریخ جبری بسیار دیده ایم. یگان ملت این منطقه برابر ملت ما جبر دیده نیست. چرا؟ چون که همین منطقه همش دولت های ما بود. ما دولت های بزرگترین داشتیم. اگر شما در کتاب های تاریخ میشنه دولت هخامنشی، ساسانیان، سامانیان، اینا قدرت های کلان جهانی مثل روسیه، مثل امریکا، مثل چین بودن. یک همی دولت سامانیان 3 میلیون کیلومتر مربع بوده است. 3 میلیون. حاضر جمهوری تاجیکستان همگی 1% همون حدود تاریخی ماست. یعنی اگر به زبان ساده گیم امروز تاجیکان فقط 1% 1% سرزمین تاریخیشون در دست دارن، تمام. انا فوجیه بینید ملت هایی که عموما دولت نداشتن حدودهای کلانالی در دستشون است، ولی ملت صاحب دولتی ما حاضر 1% در دستش دارد. بنابراین انمی جمهوری تاجیکستان آخرین سرپناه ما، آخرین جزیره است که در دست ما مانده است. همین 1% هم اگر از دست رود ما دیگر جای نداریم که همچون ملت ارمانای خود را عملی کنیم، زبان خود را، فرهنگ خود را عملی کنیم. این همین چند متر از دریا وسو حالی مجبور دارن که به زبان دیگر گپ زن. حالی 1 سال 2 سال 3 سال اگر هم خیلی دوام کند تمام فرهنگش نابود میکرد. در قسمت شمال هم خیلی شد. یعنی تنها دولت ملی تاجیکان که ما امروز داریم عامل و کفیل حفظ ملت تاجیک است. از همین رو خلاصه ما در این بخش این است که حفظ جمهوری تاجیکستان امروز دیگر یک مسئله فقط فرهنگی و ایدئولوژی و وطن دوستی نیست. امروز حفظ جمهوری تاجیکستان یک مسئله حیاتی است. حیات و ممات همین ملت به حفظ همین دولت وابسته است. اگر همین دولت از دست رفت همین ملت هم از بین میرد. انا برای همین ما وقتی درباره حفظ جمهوری تاجیکستان گپ میزنیم گویا درباره بود و نبود خود گپ میزنیم، درباره بود و نبود همین ملت گپ میزنیم و به این نظریم که اگر همین تاجیکستان همین 1% باقی مانده از دست رود ما دیگر به دولت، به وطن، به سرنوشت آواره جهان زیر دست و زیر فرهنگ دیگران میشیم. اما برای همین حفظ جمهوری تاجیکستان یک مسئله حیاتی است. یا برای سربازان اگر این را ساده گوییم، مثلا شما 100 سامانی اگر داشته باشید، 100 سامانی داشته باشید، 99 سامانیش گم کنید. 1 سامانی در دست شما مانده است. 1 سامانی، ببین 99% رفت. 1 سامانی، اگر کسی میگم 1 سامانی طبیعت شما میگه نه
این آخرین چیزی است که دارم. یعنی یک سوم موندگی در دستم، باید با همین یک نان خورم نمورم، باید با همین ره پولی کنم تا خانه روم. این یک سوم دیگه بسیار مهم است. حیاتی من به همین وابسته است. ببینید همین یک فایزی وطن موندگی ما همین خیلی است. بنابراین این وطن دیگه جای باختن، فروختن، دادن، گذشت کردن، معامله کردن ندارد. این آخرین پاره است که این آخرین یادگار است که در دست ما مانده است و برای که همین صحبت فراموش نشود من به یک چیز پیوست میکنم در ذهنتون گیرید. هر سحر در قسمای عربی هر روز است، در هر چهاربینی، در هر معرکه سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد. همین خیلی است؟ صدا میدهد دیار ارجمند ما، به بخت تو، به بخت ما سر عزیز تو بلند بود. و هم خیلی میریم یک مصرع دارد میگه که زیدوری زمانه ها رسیده ایم. یعنی که ما ملتی صاحب تاریخ هستیم، صاحب گذشته هستیم. ما نو از زیر بوته پیدا نشدیم. زیدوری زمانه ها رسیده. اگر یگان روز کماندیر اجازت دهد شما اکسکورس روید یا روید امین اشکاشیم در دهه لنگر در کوه تصویرهای سنگ هست. 4000 سال پیش، 3000 سال پیش بابایان ما و شما در سنگ شکارش نوشته است، تویش کشیده است، عاشقیش، مرگش، کاروان ها را. یعنی امین در 4 کیلومتر در سنگ، یکو مایده چنه و ممکن چند صد سال کشیدن. 4 کیلومتر فقط تصویر کشیدن در سنگ بالای کوه که در 4-5 هزار سال وی ایستاده است. یعنی به این معنا که شما هم خیلی تاریخ قدیم دارید، ما هم خیلی تاریخ قدیم داریم. ما نیاگان ما هم خیلی قدیم هم. برای من در سرود ملی میگیم که زیدوری زمانه ها رسیده ایم. همینجا اشتکی همونده میگه یعنی ما ملت قدیمیم، صاحب فرهنگیم. همون سنگ نوشته ها معناش این که همین ما از اول همیجا بودیم. این بدخشان از اول تاجیکی بود و هست و میماند. ولی میگیم بنابراین و ببین سطر دیگر که میگیم که تو از امید رفتگان ما نشانه ای. هم خلاص؟ تو از امید رفتگان ما نشانه ای، یعنی که تاجیکستان ما دولت های بزرگ داشتیم، گذشتگان ما قدرت های بزرگ بودن، فرهنگی بزرگ، جهان رو اداره میکردن، همه یو از دست رفت. تو همین یک فایزی که موندی وطن عزیز ما، تو از امید رفتگان ما نشانه ای. یعنی تو آخرین نشانه هستی که ما امروز در دست داریم. بنابراین تو را به کسی نمیدهیم. انا همین وقتی که سرود ملی صدا میدهد، شما وقتی هم مصرع میبید که تو از امید رفتگان ما نشانه ای، قامت راست میکنیم میگیم که تو از امید رفتگان ما نشانه ای تاجیکستان. تو را به کسی نمیدهم، تو را حفظ میکنم. همین لحظه قسم شما، قرارداد شما با این وطن دوباره نو میشود، دوباره زنده میشود. و اگر هر سحر تشکر هر سحر از رادیو میشنوید سرود ملی رو، در خودتون میخونید، در قسم حربی میشنوید، هر بار وقتی صدا دادن سرود ملی تو از امید رفتگان ما نشانه ای، شما یک بار دیگه با وطن خود همین قسم زنده کنید. انشالله
عشق و روحی وطنداری شما هیچ وقت کهنه نمیشد و این وطن را هیچ کس از دست شما نمیگیرد. این بسیار نکته مهم است. خب انا برای همین بسیار مهم است که ما دولت را حفظ کنیم و چون ما در بدخشان قرار داریم، باز در بدخشان بودن، حفظ کردن دولت، مرز دولتی در بدخشان مسئولیتی ده چند میخواد. زیرا مثلا اگر شما فرضاً در نویه یاون خدمت کنید، در نویه حصار خدمت کنید، در شهر خوجند خدمت کنید، حداقل شما در داخل با حساسیت کم خدمت وطن میکنید، خونه می. ولی در بدخشان اینا ببینید که نگاه میکنید دور به دورمون کشور دیگر است. شما در این خطی پیش سرحد هستید، در اینجا دشمن و تهدید رو با چشم میبینند، نه از برنامه های اطلاعاتی و اخباری. این اگر در دوشنبه اخبار میفهمیم که یک طالبان بوده است، یک سرحد بوده است، یک تهدید بوده است، ولی در اینجا با چشم میبینیم. بنابراین بدخشان قسم بسیار اساسی تاجیکستان است. چرا؟ چون که اکثر کشورهای جهان آرزوی بدخشان دارند. از همین قدیم یونانی ها و رومی ها هم آرزوی بدخشان داشتند، چینی ها و هندی ها هم چقدر کتاب و اثر درباره بدخشان دارند، روس ها و بریتانیا هم درباره بدخشان همیشه اندیشه داشتند. حال هم کشورهای خرد اطراف هم برای خود اجازه میتن که گن ما به بدخشان آرزو و دعوا داریم. انا برای همین حفظ کردن مرز و دولت در اینجا 10 برابر مسئولیت میخواد، زیرا دشمنان در اینجا بسیار فتنه میآفرند. میخوان اینجا ناآرام باشد، اینجا فتنه باشد، اینجا اختلاف باشد، اینجا ناتنج باشد، تا که دخالت اونا امکان پذیر شود. انا برای همین بودن در بدخشان، حمایه بدخشان که یک بخش مهمی جمهوری تاجیکستان است، یک بخش استراتژی تاجیکستان است، مسئولیتی بلندتر دارد و برای شما ما احترام مخصوص قائلیم که در اینجا خدمت میکنید. ولی در باب بدخشان خلاصه ما این است که بگذار بنویسند، تحلیل کنند، آرزو کنند، هوس کنند، رشک برند، ولی بدخشان صاحب خود را دارد و صاحب بدخشان شمایید. صاحب بدخشان مردم بدخشان، صاحب بدخشان مردم تاجیکستان، صاحب بدخشان دولت جمهوری تاجیکستان است. انا برای همین در اینجا بودن شما مسئولیتی دوچند دارد و خدمت رو بسیار در سطح بالا اجرا کنید. و در نهایت همون شعری که درباره وحدت داشتم میخونم، باز دوستا صحبت دوام میدین، چون که وحدت طوری گفتیم اید است که همه ما رو نجات داد و خواهش من این است که وحدت رو دیگر فقط به معنای همون سازشنامه نمیفهمیم، بلکه همین که همه ما هم دل و هم فکر و در حمایه وطن متحدیم، همین وحدت است. این کشوری که این همه زیباست وحدت است. این جنتی که رشک ثریاست وحدت است. این چارباغ شهر که در موج خیز رنگ گویی مگر قیامت گل هاست وحدت است. کوهی که همچو برجی بلندی غرور خلق تا آسمان رسیده و برپاست وحدت است. وین چشمه نجیب که از آستین کوه بر جوی شیر ریخته دریاست وحدت است. یعنی قد را خیلی چشمه ها و دریاچه های شیری سفید میریزد تا دریای بزرگ تشکیل کند. یعنی
هر یکی ما مثل همون چشمه ها در دریای عمومی ملت ریخته، این ملت قوی رو تشکیل میکنیم. این چشمه نجیب که از آستین کوه بر جوی شیر ریخته دریاست، وحدت است. طفلی که با نوار خطی پرچمی وطن، طفلی که با نوار خطی پرچمی وطن پیشانه بلند بیاراست، وحدت است. وان مکتبی که صف زده در زیر یک سرود، آن واژه‌ای که سرخط انشاست، وحدت است. وحدت حساب سهمیه و شرطنامه نیست. وحدت حساب سهمیه و شرطنامه نیست، جایی که خلق یک دل و یک تاست، وحدت است. روزی که پشت یک وجب مرز اسفرنگ، یک کشور چو زلزله برخاست، وحدت است. نسلی که وارهیده ز گرداب اختلاف، یعنی شما که دیگر شما نه این طرفید نه او طرفید، نه جنگ دارید نه اختلاف دارید، بلکه میگه همه یک ملت در اطراف یک دولت در یک سمت برای حفظ وطن یک قوه هستیم. این وحدت است. نسلی که وارهیده ز گرداب اختلاف، هم پا و هم نبرد و هم آواز، وحدت است. رازی بقای دولت و سر ثبات ملک، این نظم استوار که برپاست، وحدت است. در گردبادی فتنه بیگانه و خودی، در گردبادی فتنه بیگانه و خودی، پیشوای ملت چی گفتن؟ گفتن که تاجیکستان در چهارراهی برخورد منفعت‌های قدرت‌ها قرار دارد. در پیام هم که جمله است. یعنی چی معنی دارد؟ یعنی که تمام قدرت‌ها در این منطقه میخوان باشند، ولی خانه خانه ماست. بنابراین در همین موج طوفان اختلاف‌های قدرت‌ها باز همین کشور را چنین آرام، آسوده، واحد نگاه داشتن، این قدرت رهبریت کشور ما همین است و همین وحدت است که این کشور را حفظ کرده است. بنابراین در گردباد فتنه بیگانه و خودی، بیگانش معلوم، خودیش هم متاسفانه بعضی خودی ها هم به بیگانه ها پیوستند. برای همین در گردباد فتنه بیگانه و خودی، برنامه‌ای که حل معماست، وحدت است. این است منتهای پیامی پیامبران، توحید در ازل به چی معناست؟ وحدت است. بر ریسمانی وحدت جاوید چنگ زن، اندیشه‌ای که از همه بالاست، وحدت است. الان بار دیگر شما رو به جشن وحدت تبریک میگویم. وحدت خود را حفظ کنید تا دولت خود را حفظ کنید. تشکر.